گوش دادن فعال یکی از اصولی ترین پایه‌های ارتباط موثره. ما اینطوری نشستیم روبروش، حالت دست به سینه با عصبانیت، حالا شاید هم داریم خیلی توجه میکنیم، مثل من که خیلی وقت دقت میکنم، اخم میکنم یه کمی، ولی اون احساسمون رو اون طرف مقابل درک میکنه. بیایم فرصت‌ها رو همیشه غنیمت بشماریم، حتی توی انتقاد شنیدن هامون. اجازه ندیم که اون رفتارهای بد اون شخص باعث بشه که اون احساس منفی هم در ما به وجود بیاد. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به همسفر. یه بار دیگه در خدمتتون هستیم و امروز می‌خوایم در مورد یه موضوع جدید صحبت کنیم. همونطور که می‌دونید توی 2 هفته گذشته در مورد انتقاد کردن صحبت کردیم. امروز اینجاییم که در مورد عکس انتقاد کردن، یعنی انتقاد پذیری صحبت کنیم. از اونجایی که انتقاد پذیری یک فضیلت اخلاقیه، اکثر مردم دوست دارن بگن که ما آدم‌های انتقاد پذیری هستیم. اما چی میشه که به محض اینکه شما از یک نفر انتقاد می‌کنید، اون شخص ناراحت میشه، بهش بر میخوره، شاید عصبانی بشه و واکنش خوبی نشون نمیده؟ بزرگترین آزمایش فروتنی ما زمانیه که یه نفر از همون انتقاد میکنه. ما میخوایم ببینیم که چطور باید در زمان مواجهه با انتقاد واکنش نشون بدیم. همراه ما باشید. خب واقعیت اینه که خیلی وقتها ما آدم‌ها یک سری رفتارهای اشتباهی داریم که انقدر اونها رو تکرار کردیم که به شکل یه عادت شاید در اومدن و خیلی وقتا خودمون هم حتی از اونها بیخبر هستیم. پس خیلی خوبه که دوستانی داشته باشیم که بیان و این نقاط کور ما رو به ما بگن و انگار که یه زاویه دید تازه به ما میدن تا ما با یک عینک دیگه‌ای به خودمون نگاه کنیم. امروز در ادامه مطالب قبلی میخوایم در مورد موضوع انتقاد پذیر بودن صحبت کنیم که چطور ما انتقاد پذیر باشیم. فکر میکنم همه ما در معرض این قرار میگیریم که بعضی از آشنایان ما یا شاید حتی غریبه ها میان و یک سری مواردی رو به ما میگن که شکل انتقاد داره. واکنش ما چطور باشه؟ خب ارجان، به نظر تو یکی از موردهایی که میتونه کمک کنه به اینکه ما انتقاد پذیر باشیم چیه؟ خب میدونید خیلی موارد زیادی هستش که ما باید در مورد انتقاد پذیری صحبت کنیم، ولی من فکر میکنم که یکی از بیسیک ترین و ابتدایی ترین چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم اینه که آیا زمان مناسبی هست وقتی یک نفر داره از ما انتقاد میکنه با خودمون رو درواسی رو بذاریم کنار، با طرف مقابلمون هم همینطور. اگر زمان مناسبی نیست، اگر خسته ایم، اگر شرایط جسمی خوبی نداریم، بیایم از طرف مقابل بخوایم که این انتقاد رو به یک زمان دیگه موکول بکنه. من فکر میکنم این بیسیک ترین چیزی که میتونیم باش شروع بکنیم. یکی از موارد دیگه هم که به نظر من خیلی کمک میکنه اینه که وقتی یه نفر داره با اون صحبت میکنه، انتقاد میکنه، خیلی خوب و با دقت گوش بدیم به تک تک اون کلمه هایی که اون داره میگه تا بعداً دچار سوء تفاهم نشیم. قبل از اینکه دنبال این باشیم که جواب بدیم، اول ببینیم موضوع چیه و حتی اگه مثلا متوجه نشدیم خوب از طرف سوال کنیم. آقا منظورت چی بود؟ میشه این قسمت رو بیشتر برام توضیح بدی؟ میشه بهم بگی دلیل ناراحتیت یا دلیل اینکه اینطوری شما برداشت کردید چی بوده، یا اینکه این رفتاری که از من دیدی رو میشه یکم بیشتر برام بازش کنیم. من خودم اینو امتحان کردم و خیلی نتیجه داده. وقتی که از اون شخص مقابل خواستم که یکم برام بازتر صحبت کن، یا اینکه ازش خواستم آیا این رفتار بارها از من دیدی یا اینکه نه فقط یک بار تو فلان جا از من مثلا دیدی، این کمک میکنه. فکر میکنم دقیقاً گوش دادن فعال یکی از اصولی ترین پایه‌های ارتباط موثره. ما تا طرف مقابلمون رو درک نکنیم و نفهمیم که چی داره به ما میگه، چه انتقادی داره از ما میکنه، نمیتونیم جواب مناسبی داشته باشیم برای اون شخصی که داریم باش صحبت میکنیم. نکته بعدی که فکر میکنم خیلی مهمه زبان بدنه. هر چقدر که ما حالت تدافعی به خودمون بگیریم، هر چقدر که حالت عصبانی داشته باشیم، نمیتونیم اون انتقادی که ازمون میشه رو درست بشنویم و بتونیم تصمیم درست در موردش بگیریم. دقیقاً خیلی وقتا برام پیش اومده که یه شخص داره صحبت میکنه و ما اینطوری نشستیم روبروش، حالت دست به سینه با عصبانیت، حالا شاید هم داریم خیلی توجه میکنیم، مثل من که خیلی وقت دقت میکنم، اخم میکنم یه کمی، ولی اون احساسمون رو اون طرف مقابل درک میکنه. یا اینکه اصلا نگاهش نمیکنیم، این ور اون ور نگاه میکنیم و اصلا توجهی نمیکنیم به صحبت کردنش. یادمون نره که اون هم شاید داره از یک دلخوری خودش صحبت میکنه. پس خیلی خوبه که احترام بذاریم برای اون شخص، واقعا ارزش قائل بشیم. همینی که اومده داره صحبت میکنه، حالا چه ما بخوایم بپذیریم اون صحبتاش رو، چه بخوایم یه واکنشی نشون بدیم که
به قول معروف به این نتیجه برسیم که آقا منظور من این نبود، اون سوء تفاهم شاید بوده اون موضوع، رفع کنیم. به هر حال خوبه که این زبان بدنمون رو بهش دقت داشته باشیم. مورد بعدی هم که فکر میکنم خوب بهش توجه داشته باشیم اینه که اگه یه نفر اومد و خواست با یک سری رفتارهای توهین‌آمیز، مثل اینکه مثلا میخواد با صدای بلند با اون صحبت کنه، با عصبانیت، گاهی اوقات با فحش حتی اینطوری با ما رفتار کنه و اینطوری انتقاد کنه، سعی کنیم که به هر شکلی شده با احترام ما اون جلسه رو ترک کنیم، ما اون وضعیت رو ترک کنیم و اجازه ندیم که اون رفتارهای بد اون شخص باعث بشه که اون احساس منفی هم در ما به وجود بیاد، چون ناخودآگاه بعد از اینکه این رفتارها رو ما از اون شخص ببینیم ممکنه که خودمون احساس محکومیت بکنیم. مورد بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که بیایم فرصت‌ها رو همیشه غنیمت بشماریم، حتی توی انتقاد شنیدن هامون. وقتی یه نفر داره ازمون انتقاد میکنه، درسته که سخته، درسته که احساس خوبی ممکنه نداشته باشیم، ولی اینو تبدیلش بکنیم به یه فرصتی برای یادگیری. وقتی چیزی رو میشنویم بیایم بریم تجزیه و تحلیلش بکنیم، ببینیم این طرف داره چی میگه. حرفاش درسته که ممکنه تیز باشه، ممکنه که ما رو زخمی بکنه، ولی آیا یه چیزی هست که ما بعد از شنیدنش بتونیم در خودمون تغییر بدیم تا به یک من بهتر، به یک ارژنگ بهتر تبدیل بشیم؟ این خیلی مهمه. مورد بعدی هم این نکته‌ای که خودت هم توی مقدمه صحبتات بهش اشاره کردی، موضوع فروتنی. همه ما دوست داریم که فروتن باشیم و یکی از بارزترین خصوصیت‌های یک شخص فروتن اینه که انتقاد پذیر هستش. شخص فروتن میپذیره که اشتباهاتی داره و همیشه با آغوشی باز آماده است تا دیگران بیان و از این طریق بهش کمک بکنن. اون میدونه که این شهامت رو در واقع داره که بپذیره اشتباهش رو و قدم برداره برای اصلاح خودش. همسفرهای عزیز، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. هفته آینده هم میخوایم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. اگر به محتوایی که ما تولید میکنیم علاقه دارید، خیلی خوشحال میشیم که با لایک کردن، سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار. ساعت 2 بامداده و ما اینجا نشستیم، پس صبح زودم بیدار بودیم و کلی فعالیت کردیم و الان نشستیم و این ویدیو رو می‌خوایم ضبط کنیم. لیکن من لبخند دارم میزنم، چه من پر خنده است. خب واقعیت اینه که خدای کمکم. خسته اصلا درد میکنه محکم میزنن. عزیز بخوایم که اینجا گربه ما هم برای خودش بازی شرک میکنه. دسته میره یارو. بیایم تمرین کنیم. خیلی خوشگلی شد.